چند وقت پیش راجع به AI Overview با هم دیگه صحبت کردیم. الان میخوام راجع به AEO صحبت کنم. SEO که دیگه همه تو میدونید دیگه، Search Engine Optimization. اما AEO چیه؟ راجعش تا حالا چیز شنیدین؟ بیاین با هم دیگه راجع به AEO یکم صحبت کنیم. Answer Engine Optimization. خب حتما این روزا در رابطه با چت جی پی تی و جمینای اینا حتما زیاد شنیدین و خودتون هم باش کار کردین. اینجاست که AEO میاد وسط. AEO یعنی Answer Engine Optimization یا بهینه‌سازی برای جوابهای AI. یعنی باید محتواتون رو طوری بنویسین که وقتی کاربر سوالی ازتون میپرسه چت جی پی تی رفرنس سایت شما رو بده. مثلا اینجا یا حتی اینجا روزنامه دنیای اقتصاد می‌بینی از این سایت ها، ایران تالنت از این سایت ها اومده رفرنس. حالا چیکار کنیم که سایت ما بیاد اینجا و از سایت ما مطلب رو قرار بده؟ یه مثال بزنم، به جای اینکه فقط روی کلمه مثلا بهترین نرم افزارهای مدیریت پروژه، یا مثلا اینجا زدم بهترین نرم افزارهای حسابداری، به جای اینکه فقط بیاین روی اینها تمرکز کنین، بیاین به سوالات واقعی جواب بدین. کدوم نرم افزارها برای تیم‌های دور کار بهتره، یا کدوم ابزار API بهتره. توی سال 2025 دیگه سئو فقط این نیست که بیام تولید محتوا بکنم، باید AEO GEO اینها رو هم یاد بگیرین و بتونید از AI در تولید محتواهاتون هم استفاده بکنید. حالا شما به من بگین به نظرتون AEO میتونه جای SEO رو بگیره، یا میتونید در واقع از این به عنوان رتبه گرفتن استفاده بکنید؟